فراوان، حالا احوالتون چطوره بچه ها؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از بازی پسرخوانده و پیشنهاداتی که وارد بازی آورده بچه ها. و همچنان طبق قولی که دادیم که اکانتمون رو به سمت ببریم که مکس بکنیم، ما باید این پیشنهادها رو بگیریم حتما و ساده ازشون رد نشیم. بریم اول پیشنهاد روزانه رو ببینم که به چه صورت. امیدوارم هر جا هستید سالم، تندرست و در امنیت باشید دیگه. آقا چیزی نمونده بچه‌ها دیگه خدا بخواد دیگه انشالله. میمون بازیش بچه‌ها چقدر کارتور جلو هنا، چقدر کارتور جلو هن آقا. وای چقدر من داره حالم خوب میشه مثلا لول 7 بشه. او خب منوچ شر خوب جلو بود. آقا بریم برای پیشنهاد اول. یه دونه اشرافی که دستبیل توش بود آقا. یا شراره چقدر جلوه. این پیشنهاد بیشتر بر اساس سکه است تقریبا یه جورایی. شراره چقدر جلوه ها، شراره خیلی جلوه. بریم بسته دوم. خب بریم سراغ بسته دوم. دو تا اشرافی هست. خوبه که قهرمان میده. اشرافی قهرمان بده حالمو خوب میکنه آقا. دستبیل آقا، دستبیل بزرگ، دستبیل خیلی بزرگ. بیشتر بر پای سکه است. اینجا رو باش. 3 تا شاپورگاف کش آقا، 2 تا سرمه تکچش. ردیف سوم داوود کپسولی و آخ بچه ها تاکایا رفت 16. به به توانایی ویژش چقدر خوبه. توانایی ویژش چقدر خوبه. و بریم سراغ آخرین پیشنهاد لزبل. اینجا رو باش. بریم فاینال. پیشنهاد ویژه ردیف اول 41 توانایی ویژه، 29 تا توانایی ویژه بابا جان، کمیسر یه دونه به نازم شبون و ردیف آخر اژدر ناک اوت. اوچی کارتا خیلی نزدیکن ها، کارتا خیلی نزدیکن. کمرو وو سوسن چارسو رفت برا 16. افسون استوا رو داریم. چنلی ردیف سوم. ننه جون و زامبولک، زامبول مامبولک. ردیف اول دستبیل. ردیف دوم ساسا. 5 تا داوود دادی که صافت. 5 تا داوود چه غلطی باش بکنم، چه خبره. 5 تا داوود گناه کبیره است. اوه حاجی لول 2 عمم داره. اینم خوبه ها، اینم خوبه. اگه اونم برسه خیلی خوب میشه به نظرم. اونم لول 2 عمم اگه 16 بشه بی تاثیر نیست. ردیف سوم. ردیف 4 الان میاد یه کارت 5 تا مثلا. نه 3 تا رو گیر. تغییر اینجا 3 تا گرفتیم حاجی. 5 تا داوود کپسولی. به خدا شب خواب داوود کپسولی رو میبینم. سرمه 178 تا 167 تا خیلی سرمم نزدیکه. تاکای تاتسو اینم رفت شوزه. شاین چقدر عقبه، تازه رسیده به 100. کمرو ووو. آقا من یه مقدار بچه موافقیم بزنم ادامه بدم. چرا؟ چون توانایی عمه رو 16 کنیم. ردیف اول، ردیف دوم، ردیف سوم، ردیف چهارم. یکی دیگه هم نیست. خب بابا برو رک بده به بچه ها. بزنیم توانایی. خب چیزی نمون آخه. نه زیاد نمونده. کریم سوسکی سوم، چهارم. نه بیایم رک بدیم داخل. حالا یه دونه دیگه هم بذار ولش کن دیگه. تا اینجا اومدیم یه دونه دیگه هم
مثلا یه دونه دیگه هم بزنیم شاید داد دیگه. ردیف اول، ردیف دوم، ردیف سوم تو این هست، تو این مطمئنم. بده تا اینجا که اومدیم یه آخری، این آخری دیگه، این دیگه آخری. 3 تا قهرمان، 5 تا بودن، 4 تا تاکایا. تو رو خدا بده یه عمه میخوام. این دیگه واقعا آخری. این دیگه آخری. دیگه نمیزنم. دیگه نمیزنم. اول دوم بابا سوم تو این هست، تو ردیف آخر. معمولا همیشه تو آخری دیگه واقعی این آخری. خدای آخری دیگه نمیزنم. جدی دیگه نمیزنم. گفتم خدایی دیگه. دوم سوم. بابا من یه همه میخوام بدید برم دیگه. واویلا دیگه گفتم خدایی دیگه. خب آقا گفتم خدایی سلطنتی، نگفتم خدایی اشرفی. اشرفی گفتم خدایی سلطنتی اشرف. این یه دونه. آره بابا رک میدم بچه‌ها برام پر میکنن، یه اکسس صندوق بزنم که اون پر بشه. بیا بابا بچه‌ها پر کردن. چی فکر؟ افسون الصور کدوم لول؟ بیکارمون میاد بعضی وقتا ممکنه برش داریم. واو خدا ذلیلت کنه. به تو دست نمیزنم من. خب ظرفیت بگیرم. امروز میخوام با سرمه. هوس قدیم کردم. قدیما که با سرمه بازی میکردم، با کارت سرمه داخل پسرخوانده خیلی یادش بخیر. میخوام به یاد قدیما فقط. آره اما طولج ما معمولا ببین من دکتر میخوام اسکین دکتر رو تست کنم. دکتر این اسکین دکتر رو تست کنم. بهونم اینه، یعنی شما فکر کنید بهونه من اینه. خب کمیسر نه بچه بالزام. بچه با این ترکیب بالزامی کنه میشه برداشت. میشه روش تست کرد. خب اونم بلوابازه. بلوابازی برم بلوابازم داداش. غلات این از اوناست که میگه من لاتم. میخوای اونو بیاری دیگه، چه فرقی میکنه. من میخوام بلوا رو پیش این بندازم. بلوا زر بزن. وای اگه پروفسور بالزامیکو بیاد، میدونی بعد از دکتر جون کم کرد، نباید از پروفسور بالزامیک جون کم کرد. آره چه جالبه. جان چی گفت؟ بسا جانم دریاب. بابا دیالوگا رو این دیگه نه اون قبریش خیلی بامزه بود. ای نامرد من بهت اعتماد کرده بودم. اولین بازیو که تریدر شدم، تریدم و بعدم تریدم. خب من الان اگه بزنم اینو بیارم بالا، میخواد چیکار کنی؟ نه بگو میخوای چیکار کنی؟ میخوای بزنی بیاد دیگه. به غیر از اون میتونی کار دیگه بکنی؟ نه بزن بیاد. دیدی من تو زرنگ‌ترم. حالا بازی که نمیبریم ولی خب هیچ وقت نباید نامید شد. باید که در هیاهو گل کرد چون سیاوش بخوره به دکتر بخندیم. اون الان جون میزنه از خودش برادر من. بزنیم رو دکتر بخند. آقا از دکتر جون بکنیم به نظرم بیشتر جوابه. پروفسور بالزامیک با سرمه جواب نیست. چرا میخوای به زور غالب کنی این دوتا رو کنارم؟ خب
تا لول 5 پسر خوب مسخره نکن باز باخ میدی میگرد لول 5 عزیز من اون سرمه دکوریه قربونت بشن دور سرت بگرده اون دکوریه اون آوردم به جوجه ها نون بده مهربونی دیگه بسته داداشمون قراره سلام داداش شما بازی رو پاک کن به نظرم تو اولین فرصت تو اولین فرصت این حرکت انجام میده حتما منم کمکت میکنم دکمه آنیستال بهت یاد میدم باز حالا ببر ای رجز بگو بابا بخواب و جت استراتژی به جدم به نیستی افتخار ها بابا این دیالوگای دکتر خیلی بامزه است آقا پشت صحنه میگم مثل که سیممون آقا یه پای میکروفون فکر کنم افتادیم چقدر هست الان با میگم مثل این که ارتقا پرتقا داره اوکی آره دیگه اینا باید 16 بشن 16 طبیب دربار طبیب دربار علاج قجری ها طبیب دردمنجار طبیب دردمنجار علاج قجری علاج قجری قوت بگیر چی یه جرعه دبار قوت بگیر پفک بگیر چای دستش پفک بگیر قوت بگیر میگه پفک به جانم دیگه میگه طبیب درد قوت بگیر واسا بفرمود چای نبات داغ قوت بگیر قوت بگیر بابا قوتو داداش این چه آقا این نوروبیان خوراکی قوت مشتی قوت به خدا میگه پفک بگیر به جانم یه لحظه قوت بگیر یه جرعه دبار یه جرعه قوت بگیر نه قوت پفک کجا خاک بر سر سواد کله کچل خرابم برداشتم چه حماقتی کردم اینو برداشتم ولی خب برداشتم طبیب دربار حاجی کاش میتونستم خود یا بکشش یا بش بده نوکرتم طبیب دربار حاجی ببین یا سپر بده یا بکشش پشت و پناهتم مشتی نوکرتم هستم دمتم گرم اوی حاجی فکر کن ببین یا بکشش یا بده بهش حق یاره بابا بنازم سفید برفیم خودم دیگه الان فایده نداره از سر رام برو کنار از سر رام بیا این ور برو اون ور هر جا دوست داری برو هر جا حال میکنی برو بابا لفت بزن اون گزینه لفت واسه چی گذاشتن اونو به سر خوب بیا برو بیرون آها نزدی علاج قجری یه دینامیت نندازیم تنگ این صندوقا یه دینامیت بنداز تنگش بره ببینمش کوچه تنگه بله امو حجت چه تنگ نه موزیکش خوب در نمی آقا چه بیبرکت داداش راضی نیستی بگو من نزنم دینامیت جان جد یه دونه قهرمان ندادن الله اکبر کمیسر کیومرث خان یه مقدار رقاب یه مقدار کارمون سخته ها ببین من سپر میدم بهش یه ضربه میزنم حال کردی؟ من تو زرنگترم مشتی یه دون ریدی نه خب چیز دیگه با 4 میخوام برم داداش حواسم نبود آها باریکلا آچی کمیسر خیلی میتونه من از
داداش تو الان اگه هوای اینو میداشتی شاید الان ایلومیناتی میداشت. نه چه ربطی دبیب بدره. کاش یه سپر به این میدادم. بده بهش سپر بده. حق یاره. بدی. من بهتون گفته بودم که عاشق همه بازی کردی هنوز نفهمیدی. اولا تیرش از این رد میشه هنوز اون سر زینت هم سوتی داده. یه 2 دقیقه سوتی نده. سوتیول سوتی دبیب بداره. آها وقت ما رسید. تموم شد. علاج همایونی علاج قجری بلوا حاجی تقابل خوبی ها. کله کچل در مقابل مهپیکر. اون میتونه کارتشو پنهان کنه ولی من نمیتونم ها. من نمیتونم ها. ببین من از اونجا که سر رام برو کنار. کاش بمیری داداش. یعنی کارتت منظور. زرنگ بازیشو دیدید؟ گفتم تا 4. ببین پسر خوب به سپر بری و نرینی. پسر خوب بفرما چای نوات. انرژیت پر نمیشد؟ این یه دونه درجه کم میاد وقتی. بابا تو دیگه چه خری هستی. به خدا خری. حاضرم شرط ببندم. آخ کاش اینو من اونجوری میزدم. چرا مرا اونطوری شد. ببین من با همینم اوکی اما تو هم بزن منم میزنم. والا او 17 یکم قوی نیست. اگه خاک بر اون سرت کنن غلط کردی تا خاکشی. وای اون ضربتش از من قوی تره. بزن جان جدت. بزن دیگه. کمرو ووو پسر خوب. بابا این هی جونشو پر داشت. بازی من میبرم. من یه کارت دارم ها. خریت مرز نمیشناسه که. بیا پشت سنگ. خریت مرز نمیشناسه. حاجی یه چیزی اومد به ذهنم. این میتونه الان چیکار کنه؟ میدونی الان میتونه چیکار کنه؟ پسر خوب اصلا من میخوام بیارمش. میخوای چیکار کنی؟ بیا میخوای چیکار کنی؟ خب بیا. همین بود؟ همین؟ خب چی شد پس؟ باختی که. مگه نگفتی تو بازی نمیرم که باخت ندم؟ ای واسه بعد تون اسپم. تو چجوری لولیه که دکتر دیفته؟ آخه دکتریه که لولی اون چیزشو هیفته میکنه. ببینم سرمت که هیفته نه دکترش عجیبه. دیدی لفتادی؟ بابا تو هم دیدی. دیدی پسر خوب؟ پسر نیست دختر سارا. دیدی سارا لیبلیه که دکتر نمیدونم کسی قوی. یه دونه ظرفیت دیگه داریم بزنیم. ببین سرمه رو بند بزنی خط قرمز منه. ایفا سرمه داغت میکنه. وای مهنازو بند نزن. حمید جون نوکرتم حمید پاشو بیا خونمون. حمید پاشو بیا اینجا. من همینجوری بشینم اینطوری ازت تشکر کنم بگم خیلی دمت گرم. یک دنیا تشکر داداش. ممنونم ازت. مرسی. اینم از سرممون و خیلی خوش گذشت. خیلی خفن بود. بعد از مدت دلم واسه سرمه تنگ شد. خیلی خوب بود. نماسی.